بیایم با هم چای آلبالو درست کنیم. آلبالو رو اینجوری میریزیم داخل یه قوری. حالا من بقیه‌اش هم بریزم. چقدر با یه دست کار کردن سخت. خب این از این. آب جوش به میزان لازم و حدی میریزیم که من برای یه بسته کامل پرش میکنم. فعلا این تا اینجا. خب بعد اینو میذاریم بالای سماور، میذاریم تا عصر بجوشه، حسابی دم بکشه. بجوشه که یعنی دم بکشه. رو حرارت کم میذاریم بجوشه، دم بکشه و عصاره‌اش در میاد. یه عصاره بنفش رنگ خیلی خوشگه که یه چای آلبالو ملس میده، جون میده و نبات سروش کنیم. اینم نتیجه چای آلبالو. ببینید فقط چه رنگی داده. حالا هر چقدر بیشتر روی سماور بمونه رنگش تیره تر و مزهش بیشتر میشه.